قتل عامی که چند ماه پیش در سرزمین غزه آغاز شده بود تا حال ادامه دارد. ده ها هزار شهید و زخمی، بیشتر آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. هزارها نفر به نام و نشان گم شده و صدها نفر به اسارت افتاده. شهر و محله ها به خاک یکسان شده و آدمان زنده به زنده زیر خاک شده‌اند. صدها هزار نفر از باران گریخته به زیر جاله مانده‌اند. بدون توقف بالایشان آتش تیر و تفنگ می‌ریزد. مسجد و منبرها خراب و ولنگارند. این همه در پیش چشم جهان رخ می‌دهد که در خشم است و قریب است آتش گیرد. جامعه های اینجا و آنجا برای مراتبه نخستین به خاطر فلسطین در شور است و غلیان دارد. اما در پیش راه این مردمی به غلیان آمده حکومت های ایستادند که قرار ویتو را دارند و برای بازداشت این دریای خون کار نمی کنند و به داد و فریاد مردمانشان نیز نمی رسند. گویا نمی شنوند، اعتبار نمی دهند، خود را به نادانی می زنند. این وضع در تاریخ سابقه ندارد و چنین حالت را انسانیت شاهد نشده. به بالای این همه برعکس این قتل عام را جانب دارند و با میلیاردها دلار دستگیری میکنند. امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمانیا و باز چند کشور دیگری منطقه که خود را دوستی وفاداری اسرائیل میخوانند به همین منوالند. هر یک تصمیم گرفته که در این قتل و وحشانیت سهم خود را گذارد. گویا این کشورهای غربی میخواهند جهان را با آن گذشته سیاه خود که از باز جنگ دوم جهانی تا حال میخواستند آن را ذبح دهند یادرس نمایند. آنها با این هدف تشکیلات به نام سازمان ملل متحد تأسیس نمودند، قانونهای بین المللی قبول کردند، جمعیت‌های حقوق انسان، حقوق زنان، حقوق کودکان و غیره و هکذا ساختند. ولی این کشورهایی که بر اساس قتل عام و پاکسازی قومی و تبعیض نژادی بنیاد شده اند گویا به آن ایام جوانی و سرخوشیشان پزمان شدند که اکنون به جانبداری از نظام غاصب و اشغالگر صف کشیده اند تا خاطره گذشته خود را دوباره زنده کنند. خاطره ای که تاریک است و سیاه، تمدن خوناشام و یا یاد از گذشته شوم. آن توده ای که قتل عام را که باراخ گالنشتین در حق نمازگزاران مسلمان در شهر خلیل فلسطین اشغالی انجام داده بود ستایش نموده، همگانی در مراسم دفنش اشتراک کردند و نام او را در لوحه های تبلیغاتی سیاسی و دینیشان نوشته بودند. اینها همون کسانی می باشند که در زیر لعنت هولوکاست مانده اند. با چنین جمله ها دانشمند جامعه شناس یهودی پولندی زیگموند باومن آن رویداد را که در تاریخ تمدن معاصر چون واقعه مسیری به شمار می رود قلمداد کرده است. هولوکاست این همون آدمسوزی است که نیروهای غربی به رهبر آلمانی مشهور گیتلر چسبانیده تلقین میکنند که نتیجه یگانه این قتل عام همون اعتقاد قومگرایانه و پس حسابیدن قومهای دیگر بود که او در سر میپرورید. نهایت باومن مردی که با عائله خود رنج و عذاب اسارت در لاگرهای فاشیستی را چشیده بود آمد و به جهانیان فرضیه دیگر این حادثه را پیشنهاد نمود. طبق فرضیه هولوکاست حادثه بود که تنها به آلمان منسوب نیست بلکه آن پیش از همه نتیجه حتمی فلسفه غربی معاصر می باشد. باومن قبول ندارد که با هولوکاست چون مسئله محض یهودی و خطای آلمانی مناسبت کرده شود، بلکه به اندیشه او باید به هولوکاست چون خطای فلسفه معاصر غربی نگریست، زیرا این فلسفه به پرینسیپ های عقلانی مادی به هیچ وجه مخالفت نمی کند، بلکه این یک درنده بود که در نهاد آن فلسفه نهفته است. آن رهبر آلمانی تنها کاری که کرد این بود که همون درنده را بیدار نمود. این تمدن روشنگرا بر اساس قامت افراخته که محور آن را دور کردن ارزشات از پیشرفت و علم تشکیل میکرد. از این لحاظ منطقی است که زیر تاثیر نظریه داروین محض آلمانیان شیفته نژاد آریایی خود به دیگران با نگاه تحقیر بنگرند، نگاهی که از قتل عام و تبعیض دیگران ذره احساس ننگ نمی کند، همون گونه که شخص چیزهای نالازمه منزل خود را به نابودی میسپارد. همین اعتقاد بود که نخبگان آلمانی با آنچه رهبران نظامیشان انجام میدادند بدون یگان اعتراض مینگریستند. این نخبگان به اندیشه باومن نخبگان فوق‌العاده و یا غیر طبیعی نبودند، بلکه امثال دیگر عالمان و نخبگان
نخبگان در دولت‌های معاصر بودند، چون همه با این نمونه علمی همچون عملیه می‌نگریستند جدا از ارزش اخلاقی میباشد. از این لحاظ از همه پیش و بیش به منفعت مادی اهتمام نموده، از همه گونه منفعتی که بر آن ضدیت دارد صرف نظر میکردند. بنابراین به اندیشه باومن از همه وحشتناکترین جنایت‌ها که در تاریخ انسانیت رخ داده است، چنانچه برخی گمان میکنند از بی نظامی به وجود نآمده، بلکه از پیروی به این نظام با شدت تام منشأ میگیرد. بنابراین آن آدم سازی جنایت نبود که یک تودی بی سر و پا آن را انجام داده باشند، بلکه آن محصول دستی گروه محترم و سازمان معظم است که لباس رسمی به بر میکرد و از قانون و نظام پیروی داشت و با دقت تام تعلیمات خود را اجرا مینمود. طبق نظامی که امروز رایج است، شخصی که قوت دارد سروری میکند و همه را از قبیل علم و مال و نفوذ را به دست دارد. فلسفه استیلاگری و اشغالگری غربی نیز بر همین پایه بنیاد یافته است. ما عالم نخستینیم، هر کاری را که میخواهیم انجام میدهیم، چون که ما بالای و والایم. شما در مقابل ما قوت ندارید، پیش راه ما ایستاده نمیتوانید. مادام چنین است، پس چرا ما زمین شما را از خود نکنیم و مالتان را به تاراج نبریم و بدون یگان خجل شما را نابود نکنیم؟ قومی برگزیده خدا. مسیر هندی که در مقابل انگلوساکسون می ایستد با مسیر کنعانی که در مقابل اسرائیلی می ایستد یکسان است، یعنی مرگ. به این سخنان چی میگوید؟ آیا از آن به دهشت نمی افتید؟ به احتمال غالب حتی نمیدانید که این را کی گفته است. شاید نامش را در عمرتان نشنیده، زیرا کم کسی شخصی را به نام جیمز بالدن میشناسد. وی شخصی معروف و مهم نبود، ولی او این سخنانش را هنگام وکیل مردمی در کنگره آمریکا بودنش سالهای 30 عصر 19 گفته بود. در واقع هر چیزی که امروز هم میبینیم و میشنویم آیا تصدیق همین گفته ها نیست؟ هر چیزی که درباره مصیبت مردم فلسطین میدانیم یا میخوانیم پر و بے نقصان بر سر مردم بومی سرزمین دو آمریکا شمالی و جنوبی آمده بود. آن مردمی که در آن سرزمین ها پیش از رسیدن قدم کریستوفر کلمب در عصر 15 میلادی به آنجا میزیستند. همان گونه که اجداد اشغالگران امروزه از آدمسوزی آلمانی گرفته به سرزمین فلسطین آمدند، اجداد اشغالگران پیشین از نبرد دینی بین کاتولیک ها و پروتستانت ها گرفته به آنجا رفته بودند. همین طور آمریکا با چهره اروپایی خود که امروز با همان شناخته می شود تأسیس یافت. سال 1630 میلادی شاه بریتانیا چارلز یکم قرار صادر میکند که طبق آن به مردم اروپا برای از خود کردن هر زمینی که در مابین خط 40 و 48 واقع است امتیاز داده می شود. این همان زمین هایی می باشند که من بعد به نام انگلی نو شناخته می شوند و بعداً ایالات متحده آمریکا می شود. در کتاب خود به نام آمریکا و قتل عامها، مورخ فلسطینی منیر عکش قید میکند که همین که هندوهای پیکات اروپایی های را که از نبردهای دینی گریخته بودند استقبال نموده مورد عزت و احترام قرار دادند، دیری نگذشته این مهاجران نسبت به صاحبان خانه سیاست تحقیر و دهشت افکنی و قتل و کشتار را پیاده کردند تا به وطن آنها صاحب شوند. کار به حدی رسیده بود که یکی از سروران این مهاجران که جان میسون نام داشت گفته بود باید این مردم بومی نان ما شوند تا به سیری بخوریم. کار تنها به همین قوم پیکات محدود نماند، زیرا نویسنده و محقق گنری دابینز در کتاب خود می‌آورد که هندوها از طرف استیلاگران اروپایی به 93 حمله باکتریوی دچار شدند. آنها به مردم محلی هدیه‌هایی می‌دادند که آلوده با باکتریاهای گذرنده بود. چنانچه منیر عکش قید می‌کند اروپاییان نزدیک به 400 قومیت هندی را که از میلیون‌ها نفر عبارت بود نابود کردند، اما اروپا هیچگاه آنها را آدم نمی حسابید. همان گونه که خلق برگزیده خدا امروزها دعوای صاحبیت به زمین مقدس ما را نموده، در این راه اهالی و باشندگان آن را قتل عام می‌کند. عیناً همین سخنان از زبان ویلیام برتفورد گوبرناتور کالونی پلیموت نیز صادر شده است. او میگوید از جمله چیزهایی که خدا از آن راضی میشود و خوشنود میگردد این است که به مهمانی هندیان رفته برایشان همچون تحفه بیماری و مرگ بری. با این وسیله از هر 1000 کس 950 نفر نابود می شود. باید مؤمنان یعنی نصرانی ها با خدا در مقابل این فضل و نعمت شکرگزار باشند. چون این گفته ها از زبان گوبرناتور کالونی ماساچوست جان وینتراپ نیز آورده می شود. او با افتخار افشا می کند که آن وبا و بیماری هایی که به مردم بومی رسانیده
اند از جمله استیلاگران تنها به 2 یا 3 نفر سرایت شده است و بس، ولی ساکنان اصلی تقریبا همه از آن وفات کرده اند. او میگوید از این رو خداوند به ما وثیقه ملکیت این سرزمین ها را عطا نموده است. این خلق برگزیده خدا تنها با 2 امریکا راضی نشد. از اینجاست که از گوشه غرب جهان به گوشه شرق آن گذشت، انیقترش به قطعه استرالیای نو. در کتاب جنگ پلید نویسنده و شاهد زنده استرالیایی کلیف تریمبل نقل میکند که چگونه اشغالگر انگلیس یکی از دهشتناکترین جنایت‌های قتل عام مردم بومی را در جزیره تسمانیا انجام داده است. همه این زیر شعاری صادر کردن مدنیت غربی عملی میشد. بریتانیا این قتل عامها را با یک وحشیانت بی‌نظیر که برای آن 7000 زندانی را جلب نموده بود عملی کرده است تا آن جزیره را اشغال نموده به خرابزار تبدیل دهند. زنان را تجاوز میکردند، مردان را به قتل میرساندند، کودکان را دیوانه‌وار میکشتند که نهایت در مدت 1 سال بیشتر از 2/3 آنها نابود کرده شدند. به گفته ترنبول استیلاگر اشغالگران نو را ترغیب میکرد که چنین آدمکشی ها را زیادتر کنند. از همان دم شعار معروف پیدا شده بود: اگر توانستی آنها را دستگیر کن، اگر نتوانستی گناهکار و بیگناه همه را برابر نابود کن. حتی اسارت هم برای این بیچارگان راه نجات و خلاصی نبود. شخصانی به اسارت افتاده به طور اجباری به جزیره دور و قهرتون فرستاده میشدند. آنجا آبی تازه نبود، برای زیستن یگان شرایط مساعدت نمیکرد. همین بود که مسئولیت و قدرت اسیران ضعیف شده آهسته آهسته به طور وحشتناک وفات میکردند. حتی یک شمالخوری عادی هم اکثر آنها را به درد جانکاه روبرو میکرد. برای آنکه خلق برگزیده را احساس گناهکاری عذاب ندهد، این همه جنایت ها زیر شعار مقدس و نورانی عمل میشدند، یعنی پیشگیری از آفت‌هایی که رعیت اعلی حضرت از آن رنج میکشند. به معنای دیگر این مردم بومی و ساکنان اصلی که به کسی زیانشان نمیرسید در سرزمین خود برای رعیت اعلی حضرت که اشغالگر و استیلاگر بودند به بلا و آفت مبدل شدند. همین طور به مجرد آنکه این نابودگران قدم استوار نمودند، دروازه هجرت به سرزمینی که من بعد به نام استرالیا معروف شد گشوده گردید. مهاجران من بعد آنچه را از آفت‌ها و یا ساکنان اصلی باقی مانده بود پاکروبی کردند. تبعیض نژادی. محقق و معمار اسرائیلی در کتاب خود زمین خالی ایل ویسمن منظره اشغالگری‌های قومی که در سرزمین‌های اشغالی عملی می‌شود تصویر کردن شده برای افاده آن شهرک‌سازی‌هایی که حکومت اسرائیل انجام می‌دهد وصف مناسب‌تر از آپارتاید و یا تبعیض نژادی نیافته است. زیرا شهرک‌های یهودی نشین و مانع‌های امنیتی شهرهای فلسطین را از هم جدا نمودند. هر فلسطینی که در این منطقه زندگی می‌کند شاهد آن است که کناره غربی به بلای آپارتاید گرفتار است که از طرف اشغالگران شهرک نشین عملی می‌شود. به همه معلوم است که ثروت‌های زیرزمینی و روی زمینی به دست یهودی قرار گرفته است، در حالی که اشغالگران شهرک نشین از رفاهیت و آسودگی و همه گونه انواع پیشرفت برخوردارند. اهل کناره غربی محاصره و تضییق و پایمال شدن حقوق را از سر می‌گذرانند. حتی همین چیز هم از بافته خود یهودیان صهیونی نیست، بلکه آن از تلقینات سروران استیلاگری اروپاییشان میباشد. نمونه بارزترین این تبعیض همون آپارتاید بود که آفریقای جنوبی سالها از آن رنج میکشید. سال 1948 در آفریقای جنوبی حزب نژاد پرست سفیدپوستان قانونی را قبول کرد که از 4 محور عبارت بود. محور یکم تبعیض جغرافی بین نژادها. طبق این اهالی سفیدپوست در جای خاصه‌شان زندگی میکنند، از تمام بندر و فرودگاه‌ها و کارهای طلا و الماس برخوردارند. در نتیجه این میلیون‌ها زنگی به طور اجباری در منطقه‌های مخصوص که به نام پانتوستان معروف است کوچانده شدند. این منطقه تقریباً 13% مساحت کشور را تشکیل میداد. این منطقه از هر گونه خدمات و وسایل زندگی خالی بود. همین طور ساکنان محلی از ثروت‌های ملی از منزل و مکان خود نیز محروم شدند. محور دوم را باشد تبعیض دموگرافی تشکیل میکرد که آن طریق نظام حرکت و عبور عملی میشد. این نظام بود که گشت و گذار مردم بومی را گویا تنظیم میکرد. در اصل مردم زنگی بدون اجازت مخصوص بیرون از پانتوستان حق برآمدن را نداشتند. محور سوم تمام جنبه‌های حیات زنگیان را در بر میگرفت. آنها در مکتب و آشخانه، نقلیات جمعیتی، کیناخانه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی در عبادتخانه‌ها به تبعیض دچار میشدند. همه جا به عباره مشهوری تنها برای سفیدپوستان نامزد شده بود. بر اثر همه این محور چهارم پدید آمد که آن از همه مهم تبعیض سیاسی بود. یعنی زنگیان به طور مستقل خودشان را
را اداره میکنند. این نه به خاطر آن بود که سفیدپوستان به آنها استقلالیت بخشیده اند، بلکه میخواستند تا دولت سفیدان در مقابل آن بردگان از هر گونه قید قانونی و بند حقوقی آزاد باشد. برای تطبیق این هدف هر اقلیم ساختار امنیتی خود را داشت که وظیفه آن حمایت افراد نبوده بلکه نظارت و تنظیم آنان بود تا از آنها به دولت سفیدان زیانی نرسد، بر ضد دولت سفیدان مقاومت نکنند. با شنیدن این و آنچه در بالا گذشت، به خاطرتان چیز و یا چیزهای مانند به آن میآید؟ اشغالگری، طلب و تاراج، قتل عام، تبعیض نژادی، تعقیب و فشار زیر لباس آزادی، ولی این همه به نام‌های دیگر. جای بریتانیا، گالاندیا، آمریکا، استرالیا منطقه‌های مخصوص برای مردم بومی یعنی پنتوستان را گرفتند میآید. می شود به جای آنها نام و عباره‌هایی را که امروز معروفند گذاشت تا برای من معلوم گردد که آن استیلاگری و قتل عام که جهان متمدن به انتها رسیدن آن را ادعا میکند در اصل پایان یک فصل از آن در یک گوشه جهان و آغاز فصل دیگری آن در گوشه دیگری جهان است. زیرا آنها به این کار عادت کرده اند. ولی اگر پیشتر پورا نابود کردن هندیان امریکا و مردم بومی جزیره تسمانیا برایشان میسر شد، ولی نتوانستند که افریقایان زنگی را برای چون غلام استفاده کردن باقی گذارند. نتوانستند که نقشه تبعیض همه جانبه خود را برای آنها در این منطقه عملی سازند، همان گونه که تطبیق این برنامه در فلسطین نیز برایشان میسر نشده ایستاده است. نام آپارتاید در آفریقای جنوبی به پایان رسید، پنتوستان ها برهم خوردند. همین طور آن روز دور نیست که فلسطین نیز کامیاب می شود و نقشه ایشان مثل تار عنکبوت برهم می خورد، زیرا از همه ضعیفترین خانه این خانه عنکبوت است.